در ادامه برنامه گفتگویی خواهیم داشت با خالد علی پناه، سخنگوی کمپین برای آزادی وریشه مرادی. از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه همراه ما باشید. با سلام و درود به شما خالد گرامی و به این برنامه خوش آمدید. ممنون. منم به شما و بینندگانتون سلام عرض میکنم. جناب خالد بفرمایید که اتهامات وارده به وریشه مرادی چیه و مستندات دادگاه برای صدور حکم اعدام چی بوده؟ وریشه مرادی تقریبا اون موقعی که تو سنندج بود دستگیر شد حدود 13 روز که زندان انفرادی اطلاعات سنندج بود، بعد بردن زندان اوین حدود 5 ماه اونجا زیر شکنجه و آزار و اذیت و بدون ملاقات، بدون وکیل، بدون ارتباطی با خانواده اونجا قرارش دادن. وریشه خودش تو بارجویی‌هاش اینو گفته که من جرمم این بوده که رفتم کوبانی، اونجا مسلحانه بر علیه داعش مبارزه کردم، اونجا بودم، من از کمپای پناهندگان، از کمپایی که اسرای داعش اونجا بوده از اونها حفاظت کردم، اونجا کار کردم، کمک به بچه ها، کمک به زنایی که اونجا بودن، آوارهایی که اونجا بودن، بیشتر توی کمپای بیشتر فعالیت داشتم. ولی تو کوبانی شرایطی بودی که بجز بچه ها همه مردم، چه بیمارستان ها چه مراکز امدادگری، همه مسلح بودن به خاطر دفاع از خودشون در مقابل حملات داعش. اینو وریشه توی بارجوی خودش گفته من موقعی که زخمی شدم توی کوبانی برگشتم، من توی سازمان کجار بودم. کجار یه سازمان غیر مسلحی که برای مبارزه زنان، سازماندهی زنان و فعالیت در عرصه زنان و کودکان فعالیت میکنه. اونجا توی سلیمانی عراق بوده. توی اون دورانی که بعد از حمله برگشته اونجا بوده، حدود یک سال 1402، اواخر 1402 برگشته به ایران. حدود چند ماهی تو ایران بوده بدون هیچ نوع سلاح سرد و گرمی. جلوی در ورودی سنندج دستگیرش میکنن، 2 ماشین اطلاعات حمله میکنن و با کتک و اذیت و آزار ماشین میکشنش بیرون، پاهاش زخمی میشه، حتی میکشن روی آسفالت. با این وضعیت دستگیر میشه. بعد این بارجویی که وریشه شده بر اساس قوانینی که اونجا قاضی سلواتی اونو محکوم کرده به حکم بخی پیش داده که گویا این مبارزه مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی کرده. خودش توی تمام بازجویی‌اش گفته من هیچ نوع مبارزه مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی نکردم، من هیچ موقع مسلح نبودم تو مرزهای ایران. تنها دورانی که من توی کوبانی مثل خیلی از جوانای کرد که رفتم دفاع کردم از مردم اونجا و در تقابل با حملات داعش من اونجا جنگیدم و اونجا هم زخمی شدم. این تنها جرم وریشه بودی، وگرنه وریشه هیچ نوع جرمی در ارتباط با مبارزه مسلحانه بر علیه ایران شرکت نداشته. قاضی سلواتی اولین بار حکمش میده، میگه بنا به قانون 288 حکمش رو 15 سال زندان اعلام میکنه، اونجور بهش تفهیم اتهام میشه. ولی موقع دادگاهی، توی دادگاهی اول که خودش حضور نداشته، توی دادگاهی دوم که وریشه حضور داشته، میگن طبق ماده 287 جرم بخی که جرمش مصادره با اعدام، این جرم بخی به وریشه میدن. کمی در رابطه با شرایط فعلی یعنی وضعیت الان وریشه برای بینندگان ما توضیح بدید که وریشه زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان محبوس در ایران و زیر حکم اعدامه و در رابطه با کمپینی که برای آزادی او به راه افتاده بفرمایید. وریشه مرادی توی این مدتی که توی زندان بوده تقریبا 3 تا 4 نامه بیرون داده، نامه‌ای که نوشته، نامه‌های مفصلی از میشه در مورد نامه‌ها واقعا ساعتها بحث کرد چی چیزایی نوشته، چیزایی گفته. وریشه تو اون دوران که زندان بوده حدود 20 روز اعتصاب غذا کرد بر علیه اعدام، نه بر علیه حکم خودش بلکه بر علیه اعدام در ایران 20 روز اعتصاب غذا کرد. تو این دوران اعتصاب غذا دچار مریضی شد، خونریزی دستگاه گوارشی. ما اون دورانی بود که کمپین دفاع از آزادی وریشه مرادی رو انداختیم. این کمپین تو این دوران بیشتر تبلیغ مروین بود که چرا نمیدارن وریشه برید معالجه کنه، هیچ نوع امکانات پزشکی در اختیارش قرار نداشتن. حتی خانواده‌اش دارو برده بودن جلوی در زندان، این داروها رو به وریشه نداده بودن. توی ابعاد تبلیغات و وسعت تبلیغات توی سوشیال میدیا جمهوری اسلامی ناچار شد اونو به بیرون از زندان برای یک بار برده پیش دکتر مداوا و اینا دارونا بهش دادن.
بعد از اونم یک بار ملاقات دادن، یه ساعتی ملاقات دادن به بریشه و بقیه زندانی، تنها بریشه نبود، خخشان عزیزی بود، بقیه زندانیان بود، یه ساعتی ملاقات داده بودن. از اون موقع به بعد ما مثل کمپین دفاع آزادی بریشه مرادی بیشترین فوکوسمون روی داخل ایران قرار دادیم که بتونیم اونجا جامعه مدنی، جامعه حقوق بشری، انسانایی که سرشناسن میتونن تو داخل ایران اینا نامه بنویسن، اطلاعیه بدن، فیلم تهیه کنن و بخصوص توی کردان خیلی این پیشرفت کردستان واقعا به وسعت زیادی نامه‌های متعددی از سندیک‌های مختلف، گروه‌های ورزشی، جریانات حقوق بشری پیشرفت به اینجا رسید که اعتصاب عمومی فراخوانده شد تو کردستان و این اعتصاب عمومی واقعا توی شهرهای سنندج، مریوان، کامیاران، قروه، دیواندره، سقز به وسعت زیادی تمام بازار و دکان‌ها را تعطیل کردن در اعتراض به حکم اعدام بریشه مرادی و پخشان عزیزی و بقیه زندانیان سیاسی. حتی این اولین باری بود توی کردستان پیش از اینکه جمهوری اسلامی جنایتی کنه و جنایتی مرتکب بشه، مردم به جمهوری اسلامی اخطار دادن که اینا فرزندان ما هستن، ما اجازه نمیدیم که هر جنایتی دلش بخواد انجام بده. این اعتصاب عمومی موافقت آمیز بود و بعد از اعتصاب عمومی ما با بریشه تماس گرفتیم، البته خانواده‌اش تماس گرفتن. اون خوشحال بود از اینکه اعتصاب عمومی شده، لااقل حکم اعدام پخشان عزیزی برای یه مدتی تعلیق گذاشتن که فعلا متعلق ببینن وضعیت چی میشه تو این فاصله. حتی ولی بریشه مرادی هم از ملاقات ممنوع شد، هم از دیدار وکیلش ممنوع شد و تا الان که با شما حرف میزنم ممنوع الملاقات و وکیلش هم نتونسته ببیندش. آیا وکیل بریشه بعد از مطلع شدن از تایید حکم اعدامش اقدامی هم انجام داده؟ بله، به دیوان عالی کشور کیفرخواست درخواست کردن که تقاضای تجدید نظر کردن ولی هنوز بدون جواب و هیچ جوابی به این تقاضای وکلاش ندادن. درسته. بعد از گذشت 1 سال از آغاز شروع فعالیت کارزار با سه‌شنبه‌های اعتراضی در داخل زندان‌ها و خارج از کشور، زندانیان سیاسی و کنشگران و فعالین حقوق بشری در داخل و خارج ایران نامه‌هایی نوشتند در رابطه با اینکه در این 1 سال چه فعالیت‌هایی کردند و همچنین نامه‌ای که شما بهش اشاره کردید که برای وریشه مرادی بود. شما اطلاعی از مضمون این نامه دارید که در چه رابطه نوشته شده؟ بله، وریشه مرادی در این نامه از همه بخصوص در رابطه با اعتصاب عمومی کردستان تشکر کرده بود از کسایی که زحمت کشیدن، از تمام انسان‌های آزادیخواه، انسان‌های حقوق بشری، اونایی که در عرصه حقوق بشر کارزارهای متفاوتی که پیش رفته تشکر و قدردانی کرده بود توی نامش و اشاره کرده بود که جرم من واقعا من هیچ جرمی مرتکب نشدم در اثبات با جمهوری اسلامی، جرم من فقط اینکه بر علیه داعش مبارزه کردم. حتی نوشته بود روی دیوار زندانم نوشتم داعش سر میبرد و اینجا در ایران سر به دار میکشند. بریشه در نامش اشاره کرده و گفته بود منو بردن وقتی بازجویم روی صندلی و من نشوندن، گفته بوش بازجو گفته این صندلی که الان تو روش نشستی 15 سال پیش روی همین صندلی فرزاد کمانگر مرگ با جانش خرید. اینم گفته بود به بازجو گفته بود الان که من اینجا جلوی تو نشستم روی همین صندلی نتیجه کار و فعالیت فرزاد و فرزاد هاست. فرزاد با مرگ خودش هزاران فرزاد وجود آورده تو کردستان و تو سراسر ایران. ما داریم این تنها افتخار ماست، ما از این هیچ ترسی نداریم. فرزاد نمرده، فرزاد توی خیلی از دل مردم زنده است و مردم قدرش میدونن، احترامش میگیرن و فرزاد هنوز زنده است. اگه شما جسمش رو کشتی ولی فکر فرزاد توی جامعه ما گسترش پیدا کرده و الان هزاران فرزاد تو کردستان دارن فعالیت میکنن. این نامه بیشتر خطاب به این بود که جمهوری اسلامی گفته بود جمهوری اسلامی با این کارش نمیتونه در صدای زنان خفه کنه. الان از سه‌شنبه‌های نبی اعدام نگاه کنید، از تمام کارزارهای نبی اعدام که سراسر دنیا برا افتاده، از کارزارهایی که تو ایران برا افتاده، خانواده دادخواهان که همیشه هر روز ما فیلمی از خانواده دادخواهان بیرون میاد اعتراض میکنن نبی اعدام جنبش اجتماعی و وسیعی توی ایران شده و این نتیجه کار فرزاد و فرزادها بوده توی این دوران 15 سال که شما فکر میکنید با کشتن اونا میتونید صدای آزادی خواهی رو خفه کنید. در روز جهانی زن 8 مارس که به زودی کمتر از 2 هفته مونده تجمعات و راهپیمایی‌ها و کنفرانس‌های متعددی برگزار میشه.
آیا کمپین شما برای لغو مجازات اعدام به ویژه اعدام زنان اقداماتی هم در دستور کار قرار داده؟ بله، ما الان بیشتر فعالیتمون متمرکز شده روی این که بتونیم توی این 8 مارس که واقعا روز جهانی زن بتونیم لااقل عکس وریشه و پخشان و بقیه زندانیان که الانش به شریفه محمدی هم به اضافه شده که حکم اعدامی دوباره تمدید شده، اینه که بتونیم عکس اینا صف اول تظاهرات‌های نبی اعدام باشه. لااقل ما بتونیم تظاهرات‌هایی که کشورهای خارجی، کشورهای اروپایی و آمریکایی پیش میره، لااقل انسانایی که با کمپین ما دارن فعالیت میکنن توی این عرصه بتونن عکسشون اول صف تمام تظاهرات باشه. یک مسئله دیگه هم که ما واقعا داریم الان پیش میبریم اینه که اقداماتی رو انجام دادیم بتونیم کفالت سیاسی و از کشورهای متفاوت برای وریشه به وجود بیاریم. پخشان عزیزی خوشبختانه از طرف شهردار شهر فلورانس ایتالیا حقوق شهروندی بهش اعطا شده. وریشه هم خودی دیروز حرف زده و خانواده تقاضاش این بود که بتونن برای اونم لااقل حقوق شهروندی بگیرن. ما الان توی تلاشیم، توی اسپانیا وکالت سیاسی براش گرفتیم، توی آلمان وکالت سیاسی براش گرفتیم و امروز هم یه جمعی از دادخواهان به سفارت کانادا رفتن، اونجا هم تقاضا کردن که واقعا بتونیم اونجا هم کفالت سیاسی براش پیش بریم. توی خود سوئد هم 2 بار تا آمین کاکوواوا، اونم جزء کمپین ماست، با کمپین ما فعالیت میکنیم که اعضای کمپین ماست، اونم 2 دفعه نامه نوشته برای پارلمان سوئد و سیاستمدارای سوئد و حتی تقاضای ملاقاتی کرده با وزیر امور خارجه سوئد که بتونیم توی سوئد هم لااقل یه نامه از طرف پارلمان نوشته شده. خیلی های پارلمانترای سوئد امضا کردن برای امنستی، اونو فرستادیم واسه امنستی و داریم این فعالیت ها رو توی خارج کشور پیش میبریم که بتونیم بیشتر این صداها رو بخصوص توی پارلمان های اروپا در ارتباط با اعدام در ایران و نبی اعدام پیش بریم و این صداها رو بیشتر کنیم که برسانیم به تمام پارلمان های اروپایی که لااقل فشاری باشه بر علیه جمهوری اسلامی. توی سال گذشته بیشتر از 980 نفر اعدام کرده توی ایران و این جنایت جنگی، جنایت بشریه که داره جمهوری اسلامی مرتکب میشه و انجام میده. و واکنش های داخلی و بین المللی به این حکم چه بوده؟ تلاش‌های صورت گرفته برای لغو این حکم اعدام تا به امروز؟ واکنش‌های داخلی واقعا هنوز ما الان توی کردستان، بخصوص توی کردستان نوروز توی ایران چهارشنبه سوری جشن‌های بزرگی برپا میشه. ما بیشتر سعی کردیم از طریق خانواده دادخواهان و از طریق فعالین مدنی داخل کشور بتونیم توی این مراسم یه بار دیگه اولین پرچمی که بلند بشه پرچم نبی اعدام باشه. واقعا فکر کنم توی لااقل توی کردستان ما موفق میشیم توی مراسم و تجمعات بزرگی که پیش میره بتونن مردم هم با شاخه گل، چون توی رقصای کردی معمولا نمیدونم شما اطلاع داری که زن و مرد با هم دیگه دست میگیرن و میرقصن توی جشن‌های نوروزی. توی این جشن‌ها مثلا خواهشمون این بودی از فعالین مدنی بتونن با شاخه‌های گل این جشن‌ها رو پیش برن و با شعار نبی اعدام، یعنی صداشون به جای آواز خوندن نبی اعدام بگن و اینو تنین انداز کنن توی تمام مراسم‌های نوروزی و اگه بشه توی چهارشنبه سوری‌های ایران هم نبی اعدام بشه شعار اصلی و یه جنبش اجتماعی و اونجور پیش ببریم با این کارهایی که لااقل کسی رو نمیتونن به خاطر اینکه توی جشن میرقصه یا یه شعاری میده این دستگیر کنن و اگه جمعیت‌های وسیع هم باشه جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه کسی رو دستگیر کنه. اینو داریم توی داخل پیش میبریم. واقعا توی خارج کشورم بیشتر تلاشمون توی اینه که این جنبش نبی اعدام واقعا توی سطح پارلمان ها و دادگاه ها و حتی حقوق های بشر و سازمان های امنستی و دیدبان حقوق بشر اینجا بیشتر مطرح بشه و بتونن لااقل قطعنامه‌ای بشه بر علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نبی اعدام. فکر میکنی چه تو این زمینه چه کمکی میتونن به وریشه بکنن این سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی که شما در موردشون صحبت کردید؟ چه انتظاری دارید از اینها؟ انتظار ما اینه که واقعا جمهوری اسلامی داره بدون اینکه وریشه، ما اصلا خواهان لغو اعدام نیستیم، ما خواهان آزادی وریشه هستیم. ما فکر میکنیم وریشه هیچ نوع جرمی مرتکب نشده. فعالیتایی که وریشه کرده، خود جمهوری اسلامی توی رسانه‌های بین‌المللی همیشه میگه ما بر علیه داعش مبارزه کردیم. اگر راست میگن بر علیه داعش چرا اینا رو زندانی کردن؟ کسایی که بر علیه داعش جنگیدن، داعش مثل جریانی بوده که نه تنها
تمام دنیا رو، تمام بشریت رو داشت به مخاطر میداد. کسی یادش نرسه شمشیرهای داعش وقتی گردن خارجی ها رو سر میبردن، زنا رو مثل برده میبردن تو بازارهای برده فروشی میفروختن، زنای شنگال گرفتن اون تو مناطق. اینا رو توی صحنه فیلم تمام کشورهای دنیا پخش شده. و ریشه کسی بوده با این جریان، با این جنایت و اون وحشت و این بربریت جنگیده. جرمش نه زندانه، جرمش نه بخیه، جرمش این که واقعا انسان‌های اینجوری باید قهرمانان ما باشن. ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم برای آزادی و ریشه فعالیت کنیم و اینو به منطق پارلمان ها و دولت های خارجی تبدیل کنیم که فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیارن که جمهوری اسلامی این اعدام ها رو متوقف، نه جنایت جمهوری اسلامی انجام میده. بیشتر فعالیت ما و ما واقعا فکر میکنیم هنوز انسانیت نمرده و انسانیت تو سطح دنیا زنده است و پابرجاست و انسانیت میتونه این دیکتاتوری ها و این جنایتی که دولت هایی که مثل جمهوری اسلامی مرتکب میشن از بین ببرن. و تقاضای ما از تمام نهادهای حقوق بشری، انسانیت در وجودشون در این رابطه فعالیت کنن، کوشش کنن که این حکومت دیگه واقعا نمونه. الان ما توی قرنی هستیم و اعدام شنیع‌ترین نوع کشتن انسانه. اعدام یعنی قتل عمد دولتی، قتل یه تعداد میشینن برای یه انسان تصمیم زندگیشو از چیز بگیرن. هر انسانی آزاد زندگی کنه، هر انسانی آزاد زندگی خوبی داشت، ولی هیچ کس حق نداره به هیچ بهانه زندگی انسان‌ها رو بگیره. همراه بودیم با خالد علیپناه، سخنگوی کمپین برای آزادی وریشه مرادی. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. ممنون از شما که این وقت رو به من دادی و ممنونم.